هنرپیشه خلقی تاجیکستان سیرم ایسویوا برای سهم بزرگش در رشد سینما سزاوار جایزه مخصوص سینما بزم بین المللی تاشکند دردانه شهرهای ابریشم شد. به این جایزه های مخصوص و $20,000 مسئولان جشنواره چند ستاره معروف سینمای دنیا راج کپور، نیکیتا میخالکوف، سیرم ایسویوا، نوری بلگه جیلم و آیتورغان تیمیروا را سزاوار دانستند. جایزه شادروان راج کپور را به پسرش سپاریدند. جشنواره سینمای تاشکند از 28 سپتامبر تا 3 اکتبر دوام میکند. در آن فیلم ها از ازبکستان، آذربایجان، مصر، بلاروس، روسیه، ترکیه، ایران، اسرائیل، هند، پولشا، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان نمایش داده می شوند. به جشنواره همچون میهمان فخری بیش از 150 ستاره معروف سینما از جمله میتخون چکرابورتی، اوزجان دینیز، استیون سیگل، ژرار دپاردیه، آیتورغان تیمیروا، تیمور بیکمامبتوف، سیرم ایسویوا دعوت شدند و انتظار می رود جایزه اساسی سینما بزم تاشکند را به غالب کارگردان مشهور فرانسوی لوک بیسون بسپارد. جشنواره سینمای تاشکند که همچون جشنواره بین المللی کشورهای آسیا، افریقا و امریکای لاتینی معروف بود، از سالهای 1966 تا 1988 و بعد سقوط SSR از سالهای 1992 تا 1997 دایر کرده می شد و یکی از معتبرترین جشنواره های سینما به شمار می رفت. جشنواره دردانه شورای ابریشم حالا برای آن تأسیس داده شده است تا شهرت قبلی سینما بزم تاشکند را برقرار کند.